چرا ایران باید به جایی بیفته و به نقطه‌ای برسه که در اون نقطه مجبور این همه تحریم‌های شدید رو تحمل بکنه؟ حالا نمیخوایم بحث‌های پوپولیستی بکنیم و اینها، ولی آقای قدیری اگر اولویت جمهوری اسلامی، اولویت ایران، هدف یک چیست مگر غیر از توسعه هست؟ میتونه چیزی غیر توسعه باشه؟ آره. خب حالا شما بگو پیشرفت. مگر چیزی غیر از پیشرفت هست؟ قبول دارین یا نه شما؟ پیشرفت توأم با عدالت. پیشرفت توأم با عدالت رو قبول دارید یا نه؟ بله. کدوم کشور دنیا بعد جنگ جهانی دوم توسعه یا به قول شما پیشرفت توأم با عدالت داشته که رابطش با آمریکا خوب نبوده؟ اصلا مهم نیست آمریکا خوبه یا بده، مهم نیست آمریکا جاسوسی میکنه فلان میکنه یا نمیکنه، مهم اینه که آیا ما اگر با او دشمنی کنیم این به نفع ماست یا نیست. در فضای توازن قوای جهانی مگر شما میتونی دشمن هژمون جهان باشی و بگی من هدفم توسعه یا پیشرفت توأم با عدالته؟ این یعنی هدف تو پیشرفت توأم با عدالت نیست. حتی اگر اون بدترین آدم دنیا بود، اگر بدترین کشور دنیا بود، اگر کثیف بود، استعمارگر بود، که اصلا میگیم همه اینا هست، شیطان بزرگ هست، از به هم خوردن رابطه ایران و آمریکا نه جمهوری اسلامی نفع برد نه مردم ایران نفع بردن. کسی که نفع برد اسرائیل بود و شوروی بود. مگر چین دوست آمریکاست؟ مگر چین از آمریکا خوشش میاد؟ مگر چین با آمریکا موافقه؟ رابطه‌شو با آمریکا رابطه قابل قبولی کرده که بتونه منافعش رو استفاده کنه. منفعت برنده به هم خوردن برجام کی بود؟ اسرائیل. منفعت برنده بالا رفتن از سفارت کی بود؟ اسرائیل. شما بدون اینکه بدونید آلت دست اسرائیل شدید، نقشه اسرائیل رو تو ایران پیش بردید. هنوزم در آمریکا یه عده دارن این کارو میکنن که اونا البته خود لابی اسرائیل. در ایران هم برخی تندروی‌های بی‌معنا بدون اینکه بفهمیم که اگر ما میخوایم در این دنیایی که هژمونش آمریکاست پیشرفت توأم با عدالت به قول شما داشته باشیم، ما باید مثل چین بتونیم بازی متناسبی با اون رقم بزنیم. اگر کشور هم اندازه تو برو باش بجنگ. عدو را به فرصت توان کند پوست، پس او را مدارا چنان کن که دوست. بازی اینه. ما به این معنی نیست که اصلا آمریکا دشمن ما هست یا اشتباه میگه. بله آقای رضی، مغولی که به ایران حمله کرد، سعدی در دوران مغول داره زندگی میکنه. سعدی که در دوران مغول زندگی میکنه اینو میفهمه، ولی آقای رضی و آقای قدیری عبیانه که الان توی قرن 21 دارن زندگی میکنن، همین همین نصیحت ساده رو در مقابل کسی که از تو بزرگتر دشمنیش برات هزینه داره رو متوجه نمیشید. از این ادبیات استفاده نکنید. خیلی نه. کدوم ادبیات؟ شما میگی سعدی نمیفهمه. من نگفتم. من میگم مگه حرف سعدی حجته. آقا کی گفته حجته؟ داریم میگیم این سنت ایرانی در